قوطی های زنبور عسل در منطقه کلاب در این گونه قوطی ها بیش از 44,000 عائله زنبور پرورش می کنند. قسم زیادش به مردم و صاحب کاران تعلق دارد. تقریباً 8,500 عائله زنبور را خواجگی های دهقانی در اختیار داشتند. زنبور عسل پروری در بخش اهالی به چشم میرسد. در بخش خواجگی دهقانی هم هستند عائله‌ای که شهروندایی که هم زمین خواجگی دهقانی دارند یا که میدان‌های باغشون کلانتر هستند. مثال امکانیتی از یک ناحیه به یک ناحیه دیگر واسه با موسم ایواز کردن یعنی شرایط دارند پرورش کرده ایستادند. سال 2025 در منطقه 177 تن عسل گرفتند. حالا 1 کیلوگرم عسل در بازار وابسته به نوعش نه کمتر از 100 سامانی ارزش دارد. خود رئیس جمهور امام علی رحمان به ساحه زنبور پروری توجه کرده است. 4,800 تن عسل استحصال کرده گفته اچول میتیم. این درست نیست. 1 کیلو عسل در بازار چند؟ اگر 4,800 قریب 5,000 تن از شکر در عسل در بازار ما ارزان میشه. با طلبات جواب نیست. صحبتش 1 سال پیش در ناحیه دنغره بود. بعد این به کشاورزان نامه زدند که زنبور پروری را در تمام ولایت ختلان رواج دهند. مقامات وعده داده بودند که به زنبور پروران عائله های نوی زنبور تقسیم میکنند. اما خواجگی که تجربه دارند و مثال امکانیت دارند دیگر خواجگی را بر رشد همین ساحه زنبور پروری جلب کنند و بآموزانند. حساب وزارت کشاورزی علاقه پیشنهاد شد دستگیری بهبودی میشود در نظر داشته شده است و علاقه روی خطاشون ما آماده کردیم و با وزارت پیشنهاد کردیم. حالا معلوم نیست که وزارت کشاورزی تا امروز به کسی چنین کمک کرده است یا نه، ولی چند زنبور پرور گفتند که از حساب خود عائله های زنبور را زیاد کردند. در تاجیکستان هر وقت امام علی رحمان دستور داد مقامات زود دست و آستین برزده در پی حل مشکل می شوند، اما کم دیده شده است که از نتیجه های کار خود و حل مسئله به مردم گزارش دهند.